یه کلیه رو دفع کردید اما کار اینجا تموم نشده. آزمایش سنگ کلیه به ما کمک میکنه که بفهمیم این سنگ از چه موادی تشکیل شده و با توجه به نوع سنگ باید رعایت‌های خاص غذایی و دارویی رو داشته باشیم. مثلا برای سنگ‌های کلسیم فسفات این تفکر وجود داره که میزان مصرف کلسیم رو کاهش بدیم، در صورتی که باید کلسیم مورد نیاز بدن رو از مواد غذایی حاوی کلسیم دریافت کنیم و میزان سدیم مصرفی خود رو مثل نمک‌ها کاهش بدیم. برای سنگ‌های اگزالاتی کاهش مصرف غذاهای حاوی اگزالات مانند شکلات، اسفناج، چغندر و چای. همچنین پزشک ممکنه داروهایی تجویز کنه که به کاهش ریسک سنگ کمک کنه. این داروها میتونه pH ادرار رو تغییر بده و یا غلظت مواد تشکیل دهنده سنگ رو کاهش بده.